جهت تامین پیشرفت وضع اقتصادی، زیاد نمودن حجم استحصال مجموعی محصولات از جمله انار و میوه‌های خوش‌صفت در همه شکل‌های خواجگی‌داری در برابر بنیاد باغ‌های نو، خواجگی‌داران و باغ‌پروران دهات دشت جم ناحیه شمس‌الدین شاهین باغ‌های کهنه را برقرار نموده از حساب دسترنجی خود سطح و صفت روزگار خویش را بلند می‌بردارند. در حدود جمعیت دهات دشت جم جهت رشد ساحه باغ‌پروری در تل و تپه و زمین‌های غیر کشت میدان باغات انار را ساکنان و خواجگی‌داران سال از سال زیاد می‌نمایند. اصلا در دهه حصارک جمعیت دهات دشت جم ناحیه شمس‌الدین شاهین اهل زحمت با پرورش باغ و راغ در برابر باغات میوه‌های گوناگون چنین انارهای خوش‌طعم و خوش‌لذیذ را در زمین‌های نزد حولگی خود ساکنان پرورش می‌نمایند و از حساب این سطح و صفت زندگی خود را پیش می‌برند. از چنین میدان باغ که نشونمای نهالان انار نسبت به زمین‌های کشت بیشتر است، اهل زحمت حاصل دلخواه رویانیده سطح زندگی خویش را بلند می‌بردارند. اهل زحمت ناحیه شمس‌الدین شاهین در برابر بنیاد و پرورش باغ‌ها در زمین‌های کورم و از بین قطارهای باغ پرثمر استفاده برده با گرفتن دو سه حاصل نیز درآمدناکی خود را بیشتر می‌نمایند. برای انار همه بگوی که باغ خوب کنم یکم پایوند نکنی. دوم خیلی پرو میتی دورو میتی برای اینایی کار میکید حاضر همه را با تشویش آوردگی توزه میکنیم در اون شو با دورو میزنیم خیلی نم مهنت او میتی بود خیلی از بس که امی بود هوای امی دههای حصارک با امی انار مناسبه ما فقط امی انار پروری کرده سیم خیلی حاصل خوب میگیریم. اگر مهنت گپ مهنت دار مهنت نکنی هیچی نمیگیری. امی انار اگر کدم انار پرور باشه پایوند به پایوند یگان چیز نمیشود. در دهات دشت جم ساکنان به ساحه انارپروری از سالهای اول تأسیس‌یابی خواجگی دشت جم شغل داشتند و این روند پرورش انار را که به باد و هوای این مناطق مساعد است سال تا سال زیاد نموده ایستادند و در هر قطعه نزد حولی نهالان پربار انار به مشاهده می‌رسد. باغداران بر آن عقیده‌اند که سالهای اخیر در نتیجه گرم آمدن باد و هوا نهالان انار به کسلی‌ها بعضاً گرفتار می‌شوند و این روند مهنت و زحمت زیاد را از خواجگی‌داران تقاضا می‌نماید که با نوری و زرخیمیکت‌ها پیش راه چنین کسلی‌های درختان را می‌گیرند. مدت قریب 30 سال می‌شود که در امی حصارک زندگی می‌کنیم. خیلی باغ راه کردگیم، نهال کردگیم. در این دهه امی انار بسیار نقش نمای خوب می‌آورد و یک مدت که چند وقت می‌شود که چند سال می‌شود که امی کمتر امی کسل خلال می‌رسونه به مردم. نوک دارم، اولچه بندک دارم. اکی یورا بعد حاصل امی را غند داشتن تمام امی تگ امی را تازه کردن در کار. امی علو میزنید، امی چیزی کسلیش علو میزنی. انا بعد یک کم تر پس که امی برگای درخت‌ها اوجه ریختن سر میکنه. امی را ما باید چیکار کنیم؟ امی را باید یک بار دو بار امی تیرمودا بشیم. ساکنان دهات مذکور همساله از حساب دسترنج خویش برای تامین احتیاجات با مواد غذایی، غله، افشوره میوه و سبزیجات و دیگر انواع خوراک را نیز ذخیره می‌نمایند. با در نظر داشت افضلیت بیشتر پرورش باغ‌های انار، سیب، دولانه، چهارمغز، همچنین در پرورش زراعت‌های کشاورزی، زمین‌های کورم، غنی گردانیدن سبد استعمالی اهالی، بهتر گردیدن سطح نیکوحوالی، اینچنین تامین امنیت عضوقواری که از هدف‌های استراتژیک کشور محسوب می شود، ساکنان زحمت‌قرین دهات دشت جم ناحیه شمس‌الدین شاهین بهر استفاده ثمرناک هر پارچه زمین تدبیرهای سری وقتی و عملی را راه اندازی نمودند. خیرین سامرازاده، محمد میرزا، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار.